عیسی مسیحمون، راه دیدار خدا. عیسی مسیحمون گناهانم بخشیده. عیسی مسیحمون قدرت من شکسته. عیسی مسیحمون خداوند شاه ما، عیسی مسیح. اجلاس روحانی که کار شیطان را به نام عیسی مسیح ویران می کند. مردم همه در پاسخ گفتند خون او بر گردن ما و فرزندان ما باد. آنگاه پیلاتوس باراباس را برایشان آزاد کرد و عیسی را تازیانه زده سپرد تا بر صلیبش کشند. متی فصل 27 آیه 25 تا 26. صبح زود سران کاهنان و بزرگان عیسی را بستند، او را بردند و در مقابل فرماندار پیلاتوس قرار دادند. پیلاتوس پرسید آیا تو پادشاه یهودیان و مسیح پسر خدا هستی؟ عیسی به سؤال او پاسخ داد حق با توست. رؤسای کاهنان و بزرگان که پاسخ عیسی را شنیدند خشمگین شدند و برای کشتن عیسی او را به انواع شهادت دروغ متهم کردند. سپس پیلاتوس دوباره از عیسی پرسید آیا نمیشنوی که بر ضد تو شهادت میدهند؟ اما عیسی حتی یک کلمه پاسخ نداد. سپس پیلاتوس بسیار شگفت زده شد. در آن زمان یهودیان رسم داشتند که هر سال هنگام شوک‌گذاری فرماندار خواسته مردم را میپرسید و یک زندانی را آزاد میکرد. پس پیلاتوس عیسی و باراباس زندانی را به جمع بزرگی از مردم آورد. باراباس یک زندانی بدنام بود که قاتل بود. پیلاتوس از افراد زیادی پرسید میخواهید چه کسی را آزاد کنم؟ باراباس یا عیسی مسیح را؟ در واقع پیلاتوس به خوبی میدانست که رهبران مذهبی یهود نسبت به عیسی حسادت میکنند و او را تحویل میدن. در حالی که پیلاتوس روی صندلی داوری نشسته بود، همسرش شخصی را فرستاد تا این را به او بگوید نباید خودت را درگیر آن شخص بیگناه کنی. دیشب در خوابم به خاطر آن شخص رنج زیادی کشیدم. با این حال رؤسای کاهنان و بزرگان بسیاری از مردم را متقاعد کردند و خواستند بارابا را آزاد کنید و عیسی را بکشید. سپس فرماندار از آنها پرسید دوست داری کدام یکی از این دو مرد را آزاد کنم؟ همه با صدای بلند فریاد زدند باراباس را آزاد کنید، باراباس را. پیلاتوس دوباره پرسید پس میخواهی با عیسی مسیح چه کنم؟ همه جواب دادند او را مصلوب کن، او را به صلیب بکش. پیلاتوس دوباره پرسید دلیل چیست؟ این شخص چه جرمی مرتکب شده است؟ مردم حتی بلندتر فریاد زدند او را مصلوب کن، به صلیبش بکش. پیلاتوس بسیار شوکه شده بود اما نمیدانست چه باید بکند. به نظر می رسید اگر آنها به راه خود نرسند شورش در می آید. پس پیلاتوس از خادمان خود خواست که آب بیاورند و دستهای خود را در مقابل آنها با آب شست. من هیچ گناهی در مورد خون عیسی ندارم، همه شما در این مورد پاسخگو خواهید بود. سپس مردم همه پاسخ دادند خونی که عیسی ریخت بر ما و فرزندان ما خواهد بود. پس پیلاتوس باراباس را آزاد کرد و عیسی را تازیانه زد و او را تسلیم کرد تا مصلوب شود. اگر تصمیم نگیرم که اعمال شیطان درون خود را به نام عیسی مسیح از طریق متن امروز از بین ببرم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یهودیان بدون بصیرت نمیدانستند در مورد چه صحبت میکنند و تحت تاثیر افکار عمومی قرار گرفتند و نفرین شدند. فرزندان خود را وادار کردند تا بهای خون عیسی را که بیگناه است بپردازند. در پایان آنها فرزندان خود را به زندگی پر رنج واداشتند. حتی با وجود اینکه رهبران مذهبی یهودی که عیسی را به پیلاتوس سپردند به خدای یگانه ایمان داشتند،
اما گناه اصلی را که در درونشان است نمی‌دانستند. گناه اصلی به حالتی اشاره دارد که در آن شخص پس از فریب شیطان دروغگو که در پیدایش 3 ظاهر شد خدا را ترک می کند. گناه اصلی قبلا از طریق حادثه پیدایش 3 وارد بدن همه شده است. اگر در گناه اصلی هستید تحت قدرت گناه و جهنم هستید و تمام زندگی خود را برده شیطان می گذرانید و سپس وارد هلاکت ابدی می شوید. بدون حل مشکل پنهان بشریت گناه اصلی حتی با داشتن یک زندگی دینی خوب از مصیبت رنج خواهید برد. برای حل این مشکل عیسی مسیح پادشاه یهودیان و فرزند زن پیدایش 3:15 به این زمین آمد. همانطور که رومیان 8:6 تا 7 مشکل گناه اصلی پنهان در بدن را حل می کنیم، به بیراهه کشیده می شویم و به عنوان یک مأمور به مار باستانی شیطان و ابلیس زندگی می کنیم که ما را با افکار جسمانی هدایت می کند و دشمنی بین ما و خدا خلق می کند. خود محور زندگی کردن برای امیال نفسانی روزی نیروهای تاریکی وارد بدن من می شود و مغز از بین می رود. پس قلب و فکرم بیمار می شود، بدنم از کار می افتد و حتی اگر نقشه های خوبی هم داشته باشم نیروهای جهنم به دنبالم می آید و چاره‌ای جز مرگ ندارم. سپس نفرین معنوی که در خانواده ما جاری است را به فرزندانمان منتقل خواهیم کرد. در اول یوحنا 3:8 عیسی به وضوح در مورد هدف آمدن به عنوان مسیح صحبت کرد. دلیل آمدن عیسی مسیح پسر خدا به این زمین این بود که کار شیطان را از بین ببرد. اگر باور دارید که مسیح در پیدایش 3:15 فرزند زن پادشاه واقعی است که کار شیطان را نابود کرد، کاهن واقعی که تمامی لعنت‌ها و بلاها را به پایان رساند و پیامبر واقعی است که راه رسیدن به آن است، خدا را ملاقات کنید و او را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرید که هویت و اقتدار فرزند خدا را به دست خواهید آورد. پس اگر به نابودی کار شیطان ادامه دهیم، کار شگفت انگیز خداوند، ملکوت خدا و پاسخ آفرینش مجدد را دریافت خواهیم کرد. بنابراین بیایید همه با هم با جسارت نام عیسی مسیح را صدا کنیم. عیسی مسیح است. ما فرزندان خداوند هستیم. تمامی مشکلات حل شده. ای شیطان از ما دور شو. روح القدس ما را پر کن. بشارت جهانی. تا آخر این دنیا ما شاهدان خداوند هستیم. اکنون به شما برکت میدم که در طول این هفته اجلاس روحانی بشارت جهانی باشید و هر روز از طریق نبرد روحانی قدرت معنوی کسب کنید تا کار شیطان را در بدن خود نابود کنید و نور مسیح را در 237 کشور در سر تا سر جهان بتابانید. خداوند قادر، من که فریب شیطان را خورده و شما را ترک کردم، به عنوان یک احمق زندگی می کردم که وظایف شیطان را انجام میداد بدون اینکه از این گناه اصلی پیدایش 3 اطلاعی داشته باشم. از لطف شما متشکرم که باعث شد مسیح پیدایش 3:15 را انتخاب کنم که به طور کامل سر شیطان را در هم کوبید. اجازه دهید شروع کنم به نبرد روحانی برای از بین بردن کار شیطان که باعث می شود هر روز به تنهایی زندگی کنم و به اجلاس روحانی تبدیل شوم که مأموریت دیاسپورا را به 237 کشور انجام می دهد. من به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.